از وقتی FC26 اومده چپ و راست من خیلی دیدم که بچه‌ها گله میکنن از دفاع کردن. بنده از اول FC26 تا به الان در تمام استریم ها، در تمام ویدیوها، در تمام کامنت سکشن های تمام ویدیوها حضور داشتم، دیدم، آموزش کسب کردم و الان هر چیزی که یاد گرفتم و میخوام بهتون یاد بدم. اما بنده پرو پلیر نیستم و صرفا چیزایی که بلدم و یاد گرفتم و میخوام بهتون یاد بدم، اما به نظرم کمکتون میکنه. خوش اومدید به این ویدیو. سینا هستم. 30 ثانیه آینده تبلیغه. اگه خواستید اسکیپ کنید. اگه میخوای کوین خرید و فروش کنی توی FC26 بهتر اینجا U7 بایه، چون توی U7 بای میتونی درآمد دلاری داشته باشی. دو تا روش فروش داره، مثل همون تضمینی و ریسکی خودمونه. کوین رو میفروشی، میره تراس ولت میدی، صرافی پولو میگیری. توی اون دو سه روزی هم که قراره پولو تحویل بگیری دلار میره بالا. اگرم بخواید کوین بخرید میتونید از کد سینا استفاده کنید. کد سینا رو که وارد کنید 8% تخفیف میگیرید، میتونید کوین خرید کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت U7 بای مراجعه کنید، لینکش توی دیسکریپشنه. اولین جایی که ما باید بریم داخل گیم پلی ستینگ، داخل دیفندینگ. بنده طبق چیزی که از استریم حسین دیدم، حسیس میشناسید دیگه، پرو پلیر، گفت که تکتیکال دیفندینگ خیلی بهتره به نسبت ادوانس دیفندینگ. اما چیزی که از نیک راند فوت مارکت دیدم که حالا پرو پلیر نیست ولی خیلی بازیش خوبه، خیلی ساله، خیلی سابقه داره و خیلی بلده کاره، اون میگفت ادوانس دیفندینگ بهتره. چیزی که من تست کردم برام بهتر بود ادوانس دیفندینگ بود. چرا؟ چون که با ضرب در زدن حریف رو هول میدی کنار و داخل ادوانس دیفندینگ به نسبت پارسال خیلی اون تنه زدن کمتر شده، نه که کمتر، میشه گفت بدتر شده، یه جوری شده، مثل پارسال نیست. از اون ور تکتیکال دیفندینگ که بذاری ضرب در بزنی، خب تنه نمیزنه، شاید بزنه ولی بد میزنه، انگار فرق داره، انگار مدل تنه زدنه، انگار تکل میزنه بیشتر تا تنه، که بعضی وقتا هم تنه میذاره. اما ادوانس برای من بهتر بود خلاصه. و نیک راند فوت مارکت گفت ادوانس دیفندینگ بهتره، منم به نظرم ادوانس بهتره. حسیس میگه تکتیکال بهتره، که حالا اینو میتونی آنالیزش کنی. من یه آدمیم که یه نت ساده ای دارم، یه اینترنت خیلی قوی ندارم، پینگ 60-70 میگیرم، خیلی پرو پلیر نیستم، ادوانس برای من بهتر بوده. نیک راند فوت مارکت پرو پلیر نتش خوبه ولی ادوانس براش بهتر بوده. حسین دیگه پرو پلیر نتش هم خوبه، تاکتیکال براش بهتر بوده. و حسین میگه بدون شک تاکتیکال بهتره. اینو به نظرم خودتون باید تست کنید. من میگم ادوانس بهتره، به نظر من بهتره. فقط کیپ این مایند که بنده پرو پلیر خاصی نیستم. خیلی پلیر سویچ مهمترینه بچه‌ها، پلیر سویچ مهمترینه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. پلیر سویچتون رو، رایت استیک سویچ رو حتما بذارید پلیر ریلیتیو. پلیر سویچ اینه، این وقتی با آنالوگ راست میدی روی نفر، که حالا تو بازی نشونتون میدم چقدر مهمه، اینو میذارید روی پلیر ریلیتیو، چون اگه روی بال ریلیتیو باشه به نسبت توپ این آنالوگ راستتون سویچ میده. یعنی توپ مثلا اونجاست، آنالوگ راستتو به نسبت توپ باید بدی که اصلا کف و گوز قاطی میکنی. ولی وقتی که روی پلیر باشه، رو پلیری که سویچی مثلا بالاش یه پلیره، میزنی رو به بالا، رو اون سویچ میشی. این خیلی بهتره. سنسیتیویتیش هم من میذارم روی 4، چون روی 4 بود، خودش همیشه بوده. پلیر لاکو که روشن کنیم ولی ربطی به دیفندینگ نداره. چرا خاموش بود نمیدونم. ولی این کل تنظیماتیه که بنده دستکاری میکنم، دستکاری هم نمیکنم، پریست خود چیزه، پریست خود EA حتی این. و یه دست میخوام بریم بزنیم، یه دست به افتخار خودم میخوام بزنیم، بریم درفت میخوام بزنیم. اگر که یکی از بهترین ترکیبا که همینه، 4-2-1-3 مثل پارسال. اما دفاع ها به نظر میاد که بهتره روی وینگ بک باشن امسال، چون فضای بیشتری رو میتونی پوشش بدی و از اونجایی که دفاع کردن منوال تر شده، یعنی شما باید دستی دفاع کنی و دیگه AI برات جاگیری درست و این چیزا رو نمیکنه و تکل درست و خودش نمیزنه. اینکه تو بتونی فضای بیشتری رو پوشش بدی توی زمین خیلی مهمتره، که الان با وینگ بک گذاشتن فضای بیشتری پوشش داده میشه تو زمین، که اگه فول بک بذاری انقدر پوشش داده میشه، یه فضای زیادی خالی میمونه که وینگ بک پر نمیکنه. حالا من میذارم وینگ بک، خودم دوست دارم وینگ بک رو الان تست کنم و وارد درفت بشیم و بنده هر چیزی که به ذهنم میرسه رو بهتون میگم. اینم کاستوم تاکتیکیه که حالا من استفاده میکنم، میتونید استفاده کنید اگه میخواید. کلیدی ترین و مهمترین چیزی که به ذهنم میرسه بهتون بگم واقعا رایت استیک سویچه. یعنی رایت استیک سویچ شما اگر یاد بگیرید، ببین یهو نمیتونی یادش بگیری، اصلا نمیتونی یهو یادش بگیری، باید خورد وارد بازیت بکنیش. وقتایی که میخوام پاس حریفمو قطع کنم راحت با رایت استیک میتونم این کارو انجام بدم. جاهایی که L1 مثلا جواب نمیده، جاهایی که تو L1 نمیتونی بزنی که
چیز کنی، که پاسو قطع بکنی، این رایت استیک جواب میده. الان ببین من با آنالوگ راست یعنی R3 دارم سویچ میکنم. الان دوباره سویچ کردم، این یکی رو L1 زدم. این آفسایده، نه آفسایده. خیلی مهمه که شما مسیر پاس حریفتو بتونی قطع کنی. این یعنی مهمترین چیز امساله. و یه نکته خیلی کلیدی که حسین جان داخل استریمش میگفت و بنده خیلی قبول دارم این نکته رو، اینه که شما باید درست پوش بدی. یعنی چی؟ یعنی من الان این حریف جلومه، من باید بدونم که کی برم توی پای این آدم. همزمان هم باید دقیق برم توی پای این آدم، هم باید به موقع برم. اگه دیر برم نمیتونم توپو بگیرم. اگه دیر برم اینجوری نیست که مثلا AI رو داشته باشم بتونم چیز کنم، بتونم در آینده برم توپشو بزنم. اگه من الان دیر برم توی پای این از کنار من رد میشه. اگر زود برم باز از کنارم رد میشه میره. باید به موقع برم، کاملا به موقع باید پوش بدم، برم جلو تا بتونم توپو بگیرم. این نکته‌ای بود که حسین داخل استریمش خیلی زیاد میگفت و من خب میگم خیلی استریم نگاه کردم، خیلی چیز نگاه کردم و اسم میکنم خیلی حرف برای گفتن دارم و خیلی میتونم آموزش بدم بهتون. الان من رایت استیک سویچ کردم. دوباره اینجا ببین یه سویچ اشتباه با L1 به من داد، من تونستم با آنالوگ راستم جبران کنم. این حالا چیز خیلی بیسیکیه برای خیلی از آدم‌ها، ولی خیلی این فیفا مهمتره به نسبت. دوباره رایت استیک سویچ بود، این جرم داد. ولی باز می‌بینی که من پوش ندادم و نتونستم، می‌خواست هم بزنه، من پوش ندادم نتونستم توپو بگیرم. اینجا مثلا من یه پوش اشتباه دادم با چوامانم رفت تو دیوار. خیلی پوش اشتباه دادم، 2 تا پوش اشتباه فکر کنم اینجا دادم. باید گیم پلی خودم رو نگاه کنم. اینم خیلی کمکتون میکنه که گیم پلی خودتون رو نگاه کنید، اشتباهات خودتون رو در یه زاویه دیگه ای میتونید ببینید، این کمکتون میکنه. شاوینگا ببین الان خوب پوش داد به نسبت، ولی نیومد توی پای من. اگه میومد توی پای من شاید میتونست توپ منو بزنه. خط پاسی میام اینجا رو میبندم، میام اینجا رو میبندم، میام اینور رو میبندم، ریدم این نره. آها پوش درست، این پوش درست بود. الان با رایت استیک رفتم روی چیز، با آنالوگ راستم رفتم روی دفاع راستم، سری پوش درست رو دادم به موقع. اینم یه لودریون زیبا گاریشا. دوباره اینجا حریف داره توپو میاره جلو، من با آر1 هم خیلی مهمه. آر1 هم حتما باید حواستون باشه درست نگهش دارید. آر1تون توپ براتون نمیزنه دیگه امسال مثل پارسال که مثلا سویچ کنی روی CDM و بذاری آر1 بره توپ بزنه. تکلم اسلاید تکلم خیلی جوابه. آر1 برات توپ نمیزنه، اما آر1 باعث میشه که بتونی حریفو پرس کنی و باعث بشی که اگر موقعیت خطرناکی داره ساخته میشه تو بتونی که با آر1 چیز کنی. اگه مثلا خودت سویچ نیستی رو کسی یا نمیتونی دفاع کنی اون لحظه رو، حداقل درصد گل زدن حریفتو بیاری پایین. یعنی باعث بشی که درصد گل زدن حریفت کمتر بشه. تنها کاری که میتونی بکنی وقتی که حریفت سمت دروازه است، رو به دروازه است و تو چاره‌ای برای دفاع نداری، اینه که درصد گل زدن حریفتو حداقل بیاری پایین. باعث بشی که از یه زاویه بدی شوت کنه، یه حرکتی بزنی که 100% نباشه گلش، که آر1 به تو این کمک میکنه. ولی توپ حریفتو دیگه اونجوری نمیزنه مثل سال قبل. میزنه ولی مثل سال قبل نیست. جر دادم یارو رو پق. این تیکه همه با R3. پوش اشتباه من باعث شد از کنار من رد شه. اینجا میخوام تنه بزنم بهش. ببین اینجا من تنه زدم. البته این خیلی چیز خاصی نبود، اینا اصلا هیچی هم نمیزدی، تنه رو میزد خودش. اینجا پوش درست R3، سویچ R3 سری روی دفاع. قبل از اینکه خود EA به من سویچو بده من سویچ کردم و چون میدونستم قراره اون پاس برسه به اون شخص، رفتم روی پای اون یارو. بزن. وای! دوباره نگاه کنید که بنده دارم با R3 سویچ میدم. R3 خط پاسی رو میبندم، ریدم. با هم میگرفت قاعدتا. دروازه‌بانو آوردم جلو، خوبم گرفت. موو دروازه‌بان که خیلی مهمه. میرسیم به موو دروازه‌بان در آینده. موردی که میخوام بنده الان ذکر کنم اینه که خیلی باید حواس جمع دفاع کرد این FC. خیلی باید حواستون جمع باشه، چون خیلی منواله دفاع کردن. یعنی واقعا دست خودته. اگر مدافع خوبی باشی، اگر دفاع خوبی باشی و دفاع کردن و زیدان با یه زیدانی خیلی قشنگ، من می‌خواستم الاستیکو بزنم، زیدانی زد. اگر که مدافع خوبی باشی واقعا مزدشو میگیری، قشنگ میتونی حریفو تو هم بکوبی. اما اگه مدافع بدی باشی خیلی گل میخوری. اینجا خود زیدان، من اون R1 که نگه داشتم باعث شد بتونه دفاع کنه. خیلی این چیزا مهمه، خیلی مهمه. و
مورد بعدی که ما میرسیم بهش دروازه‌بانه دوستان. دروازه‌بانی بچه‌ها خیلی مهمه. دروازه‌بانی خیلی سخت و مهمه. این FC موو دادن دروازه به نظر من 1% مهارته، 1% هم ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی چی سینا؟ ذهنی منظور چیه؟ ذهنی منظور بنده اینه که تو باید با حریفت بازی کنی. باید سبک شوت زدنش رو بشناسی، بدونی که اون فکر میکنه که تو چی فکر میکنی. این خیلی مهمه که حریف تو وقتی که سمت دروازت میاد اولین شوتی که میزنه رو تو باید نگاه کنی. آیا میزنه تیرک نزدیک و میدونه که تو موو میدی دروازه‌بان تو، یا میزنه تیرک دور و فکر نمیکنه که تو موو بدی. یعنی مثلا بخوام بر فرض مثال بگم، بذارید تا من نزدیک حریف دروازه بشم، این تنه ادوانس دیفندینگ بود. الان میبینی این ادوانس دیفندینگ بهتر. الان با تکتیکال من فکر نکنم این تنه رو میتونستم بزنم، چون تست کردم همین دیروز پیروز که رایولز و چیز داشتم میرفتم. ببین اینجا پوش اشتباه داد، اینجا پوش اشتباه داد. این اسکیل چیه؟ نه این نبود، این نبود، یه اسکیل دیگه بود خیلی اونم باگ شده. اون اسکیل هم خیلی به نظرم مهمه. ببین من با آریک خط پاس اینو با این بستم، با آریک افتادم دنبال اون. دیدی چیکار کردم؟ این خیلی مهمه ها. اینا رو باید انجام بدی. پوش اشتباه من الان دادم، سمت راست بنده خالی شد، ریدم. یه پوش اشتباه دادم، اما بعد نتونستم سویچ کنم. رایت استیک سویچ هم بد بود، خیلی بد بود. باید سریع سویچ میکردم رو دفاع وسطم، جلوی زیدانو میگرفتم، اما سویچ کردم با فکر کنم L1 هم رجیستر شد، یادم نی با چی سویچ کردم. برای همینه که میگم باید چیزو ببینید. این الان با R1 توپ منو زد، برای همینه که میگم باید چیز خودتو ببینید. ببین چقدر خوب الان با R3 رفتم روی دفاع وسطم و اومدم خط پاسی و سریع بستم. اونم همین کارو کرد، دیدی؟ اونم دقیقاً همین کارو کرد. ولی اون کجا من کجا؟ باید بدونی که کجا اشتباه کردی، اینو کامل باید بدونی. الان ببین خیلی بد منو ترک کرد طرف، یعنی خیلی بد ترک کرد، اصلا نتونست جلوی خط پاسی منو بگیره و همینه که سخته این FC ها. فکر نکنید چیز دیگه ایه که سخته. دیدی من چقدر خوب ترکش کردم؟ اون طرف وینی منو ترک کرد ولی پاس تو عمق من راحت رسید. الان دوباره خوب خط پاس منو بست، ولی من که اونو ترک کردم قشنگ خط پاس اونو بستم. نگاه کن دوباره من الان با R1 جلوی زیدانو میگیرم، مجبور میشه برگرده عقب. دوباره من میدونم به این نمیده، خط پاسیو منم میاد اینور. اینجا خیلی حساسه، به این موقعیت زیاد برمیخورید. موو اشتباه هم دادم، ریدم. این تیکه خیلی بد دفاع کردم، مثلا آشغال دفاع کردم. کاش 3 تا گل نمیخورم در آموزش دفاع. ولی نکته ها رو دریابید، شما نکته ها رو دریابید و میتونید حتی از اشتباهات منم استفاده بکنید و حتی از اشتباهات حریفم. ببین الان پوش نداد، درست پوش نداد. اونجا که من اسکیلو زدم اومدم اینور، این دیگه باید پوشو میداد. وقتی که پوشو نداد دیگه دیر شد. دوباره خط پاسیو بد بستم. من الان سعی میکنم بهتر دفاع کنم. ببین اینجا نمیتونه، اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. من مجبورش کردم برگرده عقب و با R1 پشت سرشو بستم. اینا خیلی نکات کلیدیه که من دارم بهتون میگم. کورنرها خیلی مهمه که شما با رایت استیک بتونید سویچ کنید، چون اصلا توی کورنر به شما چیز درست نمیده، اصلا به شما L1 سویچ درستی نمیده EA و خیلی مهمه که بتونید شما درست سویچ کنید توی کورنر. قشنگ برگردی اون شخصی که داره پاس میده رو بگیری، مخصوصا اگه پاس نزدیک بده. خیلی مهمه و یعنی خیلی گل میخوری، چون با سه تا چیز راحت، 3 تا پاس راحت قشنگ طرف ردت میکنه. بدترین پاس ممکنه دادم. ببین الان من اون 3 تا حمله داره، منم 3 تا دفاع دارم، 4 تا شد دیگه. پوش فاجعه. موو دروازه‌بانو وایساد نگاه کرد، زد تو گل. بهترین کارو کرد. پوش اشتباه دادم. اینا رو یاد بگیرید، اینا رو نگاه میکنید قشنگ میتونید درس بگیرید. الان سویچ نکردم ولی خط پاس منو راحت بست. این خیلی بد بود. دوباره خط پاسشو من همون جوری بستم که اون بست، ولی من 1 ثانیه R1 نگه داشتم باعث شد چوامانه بیاد. دوباره خط پاسو با R3 سویچ کردم رو دفاع وسط، خط پاسو راحت بستم. اینجا یه پوش فوق العاده بد داد پوش فوق العاده بد داد حریف و من از اونور نتونستم استفاده کنم. اینجا دفاع رو آورد جلو و من پشتشو دیدم. خیلی مهمه که شما توی حمله ببینید که حریفتون کجا اشتباه میکنه و از زوایا و زاویه هایی که بهتون میده استفاده کنید. پوش کاملا درستی اینجا دادم من. خیلی مهمه این نکاتی که دارم بهتون میگم. اسکیل بسیار زیبا.
اگر من جلوتون خوردم هیچ کدوم این کارهایی که میگم رو نمیتونید بکنید، چون من یه آدم خاصم، مثلا اسکیلایی میزنم که اصلا نتونی بگیری منو. ببین الان بهت میگم، الان کورنره، من با 3-4 تا پاس میتونم برم تو محوطه حریف. اگه حریف بتونه درست سویچ کنه راحت منو میگیره. اگه حریف بتونه درست سویچ کنه منو راحت میگیره، نتونه درست سویچ کنه دهنش سرویسه. ببین چقدر راحت من رد شدم، سریع رفت روی اون سی بی که باید، سریع من آریکو گرفتم اینور رو بستم، چون میدونستم قراره به این بده دیگه. الاستیکو چقدر جوابه امسال. ببین من همچنان پوش نمیدم، خط پاسا رو میبندم. خود زیدان از زیدان توپو گرفت، خط پاسا رو میرم. اون 3-4 تا گلی که خوردم پوش اشتباه من بود، چون واقعا باید به پوشاتون دقت کنید، چون دیر و زود داره، یعنی باید آن تایم پوش بدی. خیلی تایمینگ پوشایی که میدی مهمه. دیر بدی خوردی، زود بری خوردی. آها ببین خیلی الان به موقع بود، قشنگ توپ از پای زیدان جدا شد، همون موقع وارد کار شدم. میره نه بابا چقدر کار این چه آشغاله. ببین من الان تو محوطه‌شم به راحتی، حالا طرف دفاع نمی‌کنه ولی با 2 تا پاس راحت تو محوطه‌شم. اگه طرف سویچ درست نزنه راحت گلو میخوره. یه راند دیگه بریم تا من بهتر دفاع کنم، دقیق‌تر دفاع کنم و بهتون بهتر نشون بدم چیزایی که میخوام نشون بدم. الان راند دوم درفت، خب باید قاعدتا حریف سختری برای من بندازه و بازم حواستون باشه دروازه‌بان و دفاعی منو نگاه کنید که من با این دفاع، به خاطر این دفاعم، البته به خاطر اشتباهات خودم بود گل خورد. مهمترین رکن دفاع سرعت امسال، سرعت و جاکی هم آخه نمی‌کنن لامصبا. مثلا یه کارتی مثل وندون خیلی میتونه کمکتون بکنه. کناته من دارم خیلی کمکی نمیکنه بهم، چقدر تیمش ضعیفه. مارادونا و کی؟ همین تموم شد. اون اسکیپ کرد. هانسن و دیمبله و رونالدینیو حملشه. خیلی دفاع کردن این چند تا کارتی که حمله این طرفه الان خیلی جالبه. ببین پوش دیدی چقدر خوب پوش داد، فوق‌العاده پوش داد طرف. یارو بارشه، یارو واقعا بارشه. من خیلی بد دفاع کردم، اینم یه ریباند. خیلی بد دفاع کردم، سرعت دفاع من واقعا کمه، خیلی ولی بد دفاع کردم. مثلا قرار بود این دست بهتر دفاع کنم، فاجعه دفاع کردم. همین اشتباهات منو که ببینید میفهمید که باید چیکار کنید. پوش اشتباه طرف، موو اشتباه طرف، هم موو هم پوش اشتباه طرف کار دستش داد. خیلی دفاع کردن این حمله سخته. ببین الان اگر من آرسه سویچ نداشتم نمیتونستم جلوی هانسن و سریع به سرعت ببندم. گولیتم داره. این پوش اشتباهی بود که طرف داد، خیلی بد پوش داد. مرسی، خیلی بد پوش داد. قشنگ من دیدم و استفاده کردم. تو حمله میگم خیلی مهمه. حالا این ویدیو یکم درباره مدافع و دفاع میخوام صحبت کنم. ببین من الان هیچ کاری نمیکنم، فقط جلوشو میگیرم. ریباند شد. اونم به خاطر چی بود؟ به خاطر فکر کنم تئو هرناندز که آف پوزیشنه، یکم بد ریباندی بود. ریباند خیلی کم داره به نسبت این اف سی. ببین چه پوش درستی دادم، اونورشو بستم، آریکو نگه داشتم که اون طرف نره. اون چیز من، اون آربی من که رفت، اون کسی که توپو زد، صحنه این تیکه‌ای که میگم گوش بدین، بعد برید صحنه قبلی رو نگاه کنید. اون کسی که توپو زد و من 1 ثانیه آریک نگه داشتم، همین باعث شد که اون طرف نزدیک حریف بمونه و تا من از اون ور پوش میدم طرف مجبور بشه برگرده. وقتی که برمیگرده همونی که آریک نگه داشتم انقدری نزدیک شده بود که توپو بزنه سری. امیدوارم فهمیده باشید چی میگم. اگه برگردید نگاه کنید کاملا میفهمید که چی میگم. طرف اومد یه پلیر سویچ بکنه ولی کارساز نیست پلیر سویچ براش و اینجا آقا سیناس که داره حمله میکنه پوش نات بدی داد، ولی خب اینجا میشد جلوگیری کرد از گرفتنش. چرا اینجوری داره میکنه این زیکو؟ ببین خط پاسیا منو قشنگ بسته، تمام خط پاسیامو بسته. من با یه آریک از لاش رد میشم، قشنگ یه پاس خط پاسیمو بی‌نظیر بست. یه پاس فوق العاده من داشتم که بندازم، بابا نمیرسه این کلوسترمن. مرسی، نمیرسه لامصب به دمبله نمیشه رسید. ببین من همه چیز دفاعیم این تیکه درست بود ولی دیگه ردم کرد، نمیرسیدم. ببین آریکو اینجا خیلی بد طرف نگه داشت، همچنان خالیه اون تیکه، یعنی یه جوری آریکو نگه داشت که تا صبح خالی مونده بود اون
تیکه‌ای که نباید خالی میموند. دفاع وسطش هم آورده بود. دوباره یه پلیر لاک بد از طرف پلیر لاک رو انگار تازه یاد گرفته. ببین من الان چیزی که از دفاع حریفم فهمیدم اینه که پوش اشتباه زیاد میده و من راحت میتونم از این داستان استفاده کنم. یعنی اینجا من 4 تا پاسکاری درست داشته باشم راحت میتونم فضا باز کنم بزنم تو گل. ولی لامصبا اگه عین آدم استوب کنم. آفساید نیست. بابا این چیه؟ لامصب دمبلش عجیب غریبه. نونو مندز خیلی وینگ بک بهتره. من قشنگ RBLB دارم، فضا بستم، قشنگ وینگ بک بهتره به نظر من برای RBLB برعکس پارسال. من وینگ بک رو ترجیح میدم. اما میگم بنده این ویدیو رو دلیلی که دارم میذارم یکی اینه که خب حسین یکی از پرو پلیراست که حالا آموزشش هم خیلی کمک میکنه اگر بذاره، اما الان داخل استریمه و خب کمتر داره چیز میذاره، کمتر داره ویدیو میذاره. من گفتم حالا چیزی که از حسین یاد گرفتم، از حامد یاد گرفتم داخل استریمشون، از نیک راند فوت مارکت و همه کسایی که دیدم که گیم پلیشون رو دیدم یاد گرفتم، بیام بهتون آموزش بدم که حالا تا وقتی اون رو میذارن شاید بتونم کمکی بهتون بکنم. اینجا خیلی قشنگه. اینجا میخوام یه حرکت قشنگ بزنم. این اسکیل جدید رو میخوام بزنم. یا آها اینو نمیشه دفاع کرد. اینو جدی نمیشه دفاع کرد. قشنگ کسی که تریکستر داره میندازه بالا رینبو فلیکو. این همون دریبل پله است، عقب جلو، اما فرقش اینه که کسایی که تریکستر دارن خوشگل‌تر میزننش، اصلا بالا میندازنش و یه جور دیگه میزننش. اینم داره؟ این نداره. فکر کنم زیکو تریکستر نداره. باید یه فیک شات باش بزنم بفهمم. من الان خط پاسیشو بستم. یعنی یه بار دیگه هم داشتم میبستم ولی به سرعت نرسیدم. سرعت دفاعم کم بود. برای همین نتونستم به موقع برسم ببندم. ولی درست به جا سویچ کردم و رفتم. برای همین میگم سرعت دفاع مهمه. اینجا فوق‌العاده بود کار طرف. فوق‌العاده بود کار طرف. بی‌نظیر بود. یعنی سویچ با آرسه رو داد، پوش درسته منو دیدی و دیدی که چه مقدار سویچ بودم. ببین برگردید این صحنه ها رو نگاه کنید، دفاع منو ببینید. من با آرسه سویچ میکنم رو طرف، ترکش میکنم همینجوری. خوب میبنده خط پاسی ها منو. قشنگ مثلا مسیری که طرف میخواد بره رو من ترک میکنم و جایی که میبینم باید موقعش توپ یا از پاش جدا شده حالا یا میخواد اسکیل بزنه یا برگرده، اونجا میرم تو پای حریف. خیلی مهمه. نت، اسکیل رایت استیک سویچ، دروازه‌بانی، امسال اصلا دفاع کلن شده اسکیل. خیلی مهمه. خیلی باید حواستون جمع باشه و مزدشو میگیری. یعنی خوب باشی تو دفاع مزدشو میگیری. الان من قشنگ آربیم جلو بود به خاطر همین که پوزیشنش وینگ بکه، پنالتی دادم. وای کاش دایره نمیزدم. فکر نمی‌کردم دروازه‌بانم بیاد بگیره. خیلی اشتباه کردم. پایین چپ، بالا چپ. الان من منتظر یه اشتباه از حریفم. اینجا اشتباه کرد، یه فینس میزنم. وای زیکو خیلی بد جاگیری میکنه. خیلی پلیر رولا امسال به نسبت پارسال مهمه به نظر من. اینجا ذهن منو گول زد. دیدی چقدر قشنگ این کارو کرد و من بدترین کار ممکنو کردم. دفاع وسطمو بردم. این طرف فهمیده که من میرم اون کسی که میخواد بهش پاس بده رو رانشو میگیرم، یعنی خط پاسیو میبندم. برای همین پلیر لاک میکنه روی اون که من پلیرمو ببرم اونجا، بعد برمیگردونه رو خود اون کسی که داره باش میدوه، مسیر رو ادامه میده. خیلی حرکت ظریفی داره میزنه. خیلی دفاع کردن همچین چیزی به نظرم سخته. تا الان که پسش بر اومدیم خدا رو شکر. فوق‌العاده دفاع میکنه طرفم. خیلی خوب دفاع میکنه. ببین خط پاسیو الان اومدم ببندم ولی دیر این کارو انجام دادم. ولی ببین کنار اون موندم، خالی نکردم فضا رو، دوباره خالی نکردم فضا رو، اونور اومدم بگیرم ولی از اینور سریع سویچ کردم روی اون یکی دفاع، چون دیدم که الان دمبله جلوش خالیه. سریع من با آرسه اینجا، اگه آرسه سویچ نمیدادم نمیتونستم بگیرم توپو. سریع با آرسه، دوباره اینجا با آرسه، سریع با آرسه رفتم رو دفاع وسطم، اون فضای خالی رو پر کردم، دوباره با آریک اینجا توپو زدم. اونم باز فکر کنم این سویچ آرسه بود، اینم سویچ آرسه بود. یعنی من دیدم که آقا اون توپو بگیره، تنها کسی که این امکان داره بهش پاس بده همین CAM میشه. سریع رفتم اونو گرفتم. دیدی موو اشتباه طرفو؟ دیدی
قشنگ فضای خالی من پیدا کردم. یه تیکه یا سی بی رو موو داد، یکی رو موو داد که باعث شد توی محوطه من فضا ببینم. همون رو من گرفتم رفتم. اینجا یه اشتباه خیلی بد من کردم، اونم که من میدونم از این ور داره میاد، ولی با یکی مثل کلوسترمن که سرعتش کمه، سرعت جاکی هم نداره، فضا رو براش باز نگه داشتوندم. دیدی گفتم کورنر رو نتونی سویچ کنی با 4 تا پاس میزنه. دقیقاً همینو گفتم. دقیقاً همین بود که من الان با موو دروازه‌بان تونستم بگیرم، با سویچ هم اصلا نتونستم جلو طرفو بگیرم. یعنی واقعا یه سری جا هم باید شلش کنی چون نمیشه کاری کرد. این دفاع وسطش رو آورد باعث شد من عجله کنم. این خط پاسی رو من بسته بودم. آفساید نیست. فوق‌العاده بود کارش. فوق‌العاده بود کارش. فوق‌العاده بود. دقیقاً 90 2 تا گل به من زد. من چه اشتباهی کردم که رفتم جلو اصلا. مثلا نباید میرفتم جلو. میگم شوکم خرابه. مشکل چیه؟ ببین من الان گرفتم توپو نزد توپو لامصب. من ریدم با این آر1 نگه داشتن، ولی همچنان میگیرم. همچنان دارم. دفاعم همه سر جاشن. سی دی ام رو سویچ میکنم. عقب بازی میکنه. آر1 هم داره همه رو. هیچ راهی نداره که بده گولیت. برمیگرده فوق‌العاده باز کرد رو بندازه بره رفته. مرسی. سویچ اینور دادم ولی اصلا به موقع نبود. تقریبا همونجا مونده بود. این سویچی که من دادم الان همون سویچ کورنریه که بهتون میگم. من با آر3 سری سویچ کردم رو تئو هرناندز. میتونید برگردید ببینید. سری سویچ کردم روی تئو هرناندز چون میدونستم که اونجا قراره خالی بشه. اون تیکه مطمئناً خالی میشد. برای همین اونجا رو سریعتر از همه جا رفتم گرفتم. دوباره اینجا موو اشتباه طرف. همون کارو کردم دوباره باش. همون کاری که با کناتش اون تیکه کردم و دوباره باش کردم. بگیر. عالی. دقیقه 117 این حمله تموم بشه دیگه توپو میگیرم. وای من خط پاسیو بسته بودم. من چطوری این اتفاق افتاد؟ وای چه پاس خوبی انداخت. یه آموزش پنالتی هم داشته باشیم. من اسم میکنم اینو میزنه دوباره بالا راست. مرسی. چرا؟ چون دیدم که طبق پنالتی هایی که زد همون پایی که نسبت مثلا این بالا چپ میزنم، من میزنم پایین راست، این میپره اونور، هی میپرید اونور. یعنی ببین اگه پا چپ بود طرف از اینور وایساده بود میزد اونور بالا، دوباره اینور وایساده بود میزد اونور بالا. دمبله که اینور وایساده بود میخواست بزنه اونور. نمیدونم چجوری بهتون بگم ولی یه چیزی فهمیدم از ذهنیت طرف. این راندم بردیم و واقعا هرچی که بلد بودم و سعی کردم بهتون بگم. امیدوارم که بتونید توی این فیفا بهتر دفاع کنید و خیلی دفاع کردنش سخته، یعنی خیلی سخته. الان من واقعا چارچشی حواسم به اون موقعیت آخره بود. بذار من اینو سیوش کنم ببینم من کجا اشتباه کردم. اون ور دمبله رو بستم، بعد با کیوبرت اومدم اینجا وایسادم که به این گولیته نده، ولی این تابید اونوری اونجا داد. قشنگ ببین 1/100 ثانیه هم اونورتر داده بود، 1/100 ثانیه اونورتر بود من با آریه که نونو مندز گرفته بودم. ای بابا این چیه؟ خب بذار ببینم دیگه سری. ببین با آریه که نونو مندز صاف زده بودم. بعد کیوبرترم یکم اون سی دی ام هم کیوبرت اسمش، میتونستم بیارمش اینور رو یکم. آره جاکیم اشتباه بود. من میتونستم اینور بیام ولی من رفتم اینور. نگاه من رفتم راست. آره من جاکیم اگه اینور بود خط پاسو بسته بودم ولی من رفتم سمت خود گولیت با اینکه گولیت داشت نفوذ میکرد. اینجا یه L1 زد که گولیتش بره داخل و من فکر کردم به گولیت پاس میده، نمیدونستم گولیت میره داخل. خیلی قشنگ زد. واقعا استفاده کرد از موقعیتش. آقا دمتون گرم که دیدید ویدیو رو. امیدوارم واقعا بتونم کمکتون کنم، یعنی تونسته باشم کمکتون کرده باشم. و لایک ساب شیرین داستانو یادتون نره. هر کی که توی دفاع فکر میکنید مشکل داره براش این ویدیو رو بفرستید و امیدوارم کمکتون کرده باشه این ویدیو.